الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. چه بسا انسانهای مسلمان و متحدی که در دنیا به نادانسته حقوق دیگران را ضایع کردند. وقتی که بحث از حق هست، یعنی این که صاحب حق طرف مقابل ما میتواند که این حق را طلب بکند، از ما علیه ما شکایت بکند، خواستار این بشود که این حق چه در دنیا یا در آخرت به اون برسد. انسانی که حقوق هیچ کسی را ضایع نکرده باشد در دنیا و آخرت سرفراز و سربلند خواهد بود. کسانی که حق دیگران را پایمال کردند، دانسته یا نادانسته، بر آنها واجب هست که حق را به حقدارش، به صاحب حق باید برسانند. امروز، همین الان، حالا در دنیا که زنده هستیم و توان داریم و امکانش هست که حق را به صاحب حق برگردانیم، وقتش الان هست. هر کسی که از برادر مسلمانی حقی را تلف کرده، چه حق مادی هست یا معنوی هست، مال و ثروت کسی را تاراج کرده یا این که با حیثیت و آبروی کسی بازی کرده، غیبت و بدگویی کرده، تهمت زده، وقتش امروز هست که برود معافیت و حلالیت بطلبد و حق را به صاحب حق بازگرداند. وگرنه روزی خواهد آمد که آفریدگار من و شما الله متعال از حق بندگانش نخواهد گذشت. حقی که در دنیا ضایع شده و شما پایمالش کردید، مطمئن باشید که در روز قیامت پایمال نخواهد شد. و شما برادر مظلوم و ستم دیده، حقی که امروز در دنیا زورمندان و مستکبران از شما ضایع کردن، ناراحت نباش. اگر نتوانستی حقت را در دنیا دریافت بکنی و باز پس بگیری، مطمئن باش که در روز قیامت حقت به صورت کاملتر و بهتر و در زمانی که خودت بیشتر نیاز داشته باشی به تو باز خواهد گشت. در حدیثی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کرده از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، در این حدیث که امام بخاری آن را روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من كانت عنده مظلمة لأخيه فلیتحلله منها. هر کسی که حقی را از برادر مسلمانش ضایع کرده، امروز برود و حلالیت بطلبد، امروز برود و معذرت بخواهد و بهش بگوید که مرا معاف بکن. فإنه لیس ثم دینار ولا درهم. در اونجا نه دیناری هست و نه درهم. در روز قیامت، در روز قیامت دینار و درهم دیگه کارایی نخواهند داشت. طلا و نقره شما دیگه هیچ دردی رو از شما دوا نمی کنند. در روز قیامت نه دیناری هست و نه درهمی. من قبل ان یؤخذ لأخیه من حسناته. میفرماید که امروز بروید و از برادر مسلمانتون معذرت خواهی بکنید قبل از این که فردای قیامت نیکی های شما را برای خودش بردارد. قبل از این که در فردای قیامت نیکی ها و حسنات شما به حساب برادر مظلوم و ستم دیده تان که حقش را در دنیا ضایع کردید نوشته بشود. فإن لم یکن له حسنات. اگر انسان ظالم و انسان ستمگار، اون کسی که حق دیگران را ضایع کرده، اگر در دنیا هیچ کار خیری را انجام نداده باشد، در روز قیامت از سیئات و بدیها و گناههای مظلومان برمی دارند و برگردن و دوشش می اندازند. فإن لم یکن له حسنات اخذ من سیئات اخیه فطرحت علیه. اگر نیکی نداشته باشد، الله متعال از گناهان مظلوم میگیرد
و برگردن ظالم و ستمگار، اون کسی که حق را ضایع کرده، میاندازد. و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگر که باز هم ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایتش کرده، میفرمایند که لتؤدن الحقوق الى اهلها یوم القیامه. و همچنین در حدیث دیگر که باز هم ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لتؤدن الحقوق الى اهلها یوم القیامه. در روز قیامت قطعاً و 100% حق یکدیگر را پرداخت خواهید کرد. حقوقی در دنیا از بین رفته و ضایع شده در روز قیامت هرگز ضایع نمی شود. لتؤدن الحقوق الى اهلها یوم القیامه. در روز قیامت حق به حقدار خواهد رسید. حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله، سبحان الله. می‌فرماید که در روز قیامت چنان عدالت و دادگستری حاکم هست که حتی از گوسفند شاخدار که در دنیا گوسفند بیشاخی را زده، در روز قیامت حقش گرفته می شود. واقعا اگر الله متعال در روز قیامت ظلم و ستم را در میان حیوانات هم و حقوق حیوانات را هم به صاحبان اونها باز می‌گرداند، چه برسد به حقوق انسانها. پس مواظب باشیم که در دنیا هیچ کسی از ما شاکی نباشد. اگر شاکی شده حق کسی را دیده و دانسته یا نادانسته ضایع کردیم، بیاییم امروز که فرصت داریم در دنیا، الان که زنده هستیم و امکانش هست، حق را به حقدار برسانیم و از برادران مسلمانمون حلالیت و معافیت بطلبیم که فردای قیامت الله متعال دیگه از دینار و درهم ما کم نمی کند. دینار و درهمی در کار نیست. در اونجا از نیکی های ما میکاهند و به نیکی های مظلومان می افزایند. و اگر اون کسی که مورد ستم و ناحقی قرار گرفته از جانب ما، اگر ما نیکی نداشته باشیم، از گناهان اون بر می دارند و بر دوش ما می اندازند. امیدوار هستم که همان گونه که در دنیا اومدیم بدون این که حقی برگردن ما باشد، حقی رو تلف کرده باشیم، ذمه ما مشغول باشد، انشالله که بتوانیم روزی که از دنیا می رویم بریء الذمه باشیم که هیچ کسی از ما شاکی نباشد و هیچ طلبکاری هم دنبال ما نباشد. امیدوار هستم که الله متعال در دنیا و آخرت ما شما را سرفراز و سربلند بگرداند. تا برنامه دیگر و مطلب و نکته دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.